القصة. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره نستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وليا ومرشدا. اما بعد، چه دیر وشی صاحب کتاب وجه چه دیر وشی من تصمیم بیتا که در مورد کتاب پیغمبران از پیغمبران علیهم السلام به زبان فارسی یک کتابی من بنویسم، یا رسانه کتابی بنویسم، چون که متاسفانه بعضی چه کتابان نویسندگان که درباره زندگی پیامبران علیهم السلام نوشته لکتابیته در بازار دست به دست هم ترتبیتگان داستانا ضعیفین و بی سندین تا جایی که عصمت پیغمبرانی بیتا پیغمبرانی عصمت آن زیر سوال برده و الحمدلله رب العالمین توفیق داد که 10,000 سوال و جواب یک کتاب تو من بلک کن جمع‌آوری بکنم که درباره پیامبران بلک کن. البته ممکن در یک کتاب هم اقوال و داستانا ضعیفین بیتگن، چون که در حدی که یک معلومات و بحث تاریکی هستن و تاریک زانتن و گاهی تاریک بلکه راستن یا دروغ بیتن. لیکن من کوشش کتا در جایی که یعنی با سندین کتابی بلک کن، آچه که حافظ ابن کثیر در قصص الانبیاء و در البدایه و النهایه و علامه ابن عساکر در تاریخ دمشق صحیح ترین کتاب من کتاگو و جمع‌آوریون کتا لکتگو مایی من ترجمه کتا و همه پیما صحیح ترین کتاب من انتخاب کتا. لیکن مکررن تاکید کنو که در مورد پیامبران کجا خبری که با بس سند و سکه و سند صحیح نرسته بیتا بنده چانچه معذورم، چون که چیزی که صحیح بیتا وشی آی من نوشته. وقتی که در مورد آها چیزی که من نرسته ضعیف بیتا من نلکتم وشی که صحیح بیتا من نوشتم و چیزی که ما حاصل نکته برا لاتی چه کتابان تاریکگان سند صحیح بیتا آما یک مختلف کتابان چه من جمع‌آوری کتا که الله بهتر چه درستان زانتن که همه چیز من نوشتگن که صحیح بیتگن. و در این مورد من هم مسئول مزانی اگر گاهی بعض جاگا کجا خلاف تاریک عقل زانت که عقل قبول کنته و هم بخاطر معلومات سوال و جواب که مثلا پیغمبران چیه مثلا زیر سوال مرود آورتگه آیه که حتما واقعیت بیتا یا نه در اخیره اگر واننده
گرامی به خطا و اشتباه بگندی و گم بزرگواری و تیگا منا چاہیا یا چشم پوشی بکنتے منا چاہیا مطلع بکنت و والله تعالی عالم والله توفیق و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین. شاکر ذبحی، نویسنده کتاب وجه. فصل اول درباره مخلوقات قبل از انسانها. شیعه انشاءالله باند شب نویسین شما واسه واجه هم وانی یه همده که من نوشت که اول ابتدای کتابه که من شما واسه معنی کتو ترجمه کتو واجه. الله مهره، الله حافظ. خدا شما پشت پناه با. این 6 دکت بی واجه. الله مهره.